سلام و درود گایز، چطورید؟ خیلی مخلصم و خوش برگشتید به یک ویدیو دیگه. امیرد پرشن هستم و هر جا که هستید گنگ باشید. داخل ویدیوی قبلی بچه ما گان گروهای متیکو فول کردیم، حالا می‌خوایم داخل آلکاتراس تستش کنیم. به شدت جذاب بود با این اتچمنت. بریم دوست داشته باشید، من راستم حمایت کنید. چاکریم. فعلا خوب سومین مچ فکرم دارم بازی میکنم و باطلاویه کل صبح باطلاویه. این سی سم من 3 مچ دارم میبینم. دو باگ خیلی مسخره داره میخوره بازی، از جمله این باگ. کاش این مچ دیگه باطلاوی نباشه، تو رو خدا ناموسن. کارت پلیر بده ما بازی کنیم. دهن سرویس. فکر کنم چند تایی پلیر داره. کجا فرار میکردی شیطون؟ کیلومتری داری، من حواسم نوازم حواست بود که منو پاره میکردی سلطان. گرو بگو که تو رو خدا متیکش. وای گرامو اکیوب نکردم فسا. مقاومتی میکنی در برابر مردن سلطان. بوگ شت برطرف نمیشه. چی سم میپرنه ناموسم. what the hell. یور خیلی دمیجم بالا. نه چامپ زده پایین شیطون. متیکشو بکشیم آخر مت شاید. خب بزن بکشیم ببینیم داستان شاید یا آخر مت شاید. خب چه خوشگل آیرون سایتش. سلطان کمپ ایران و خاورمیانه. رفتن لاوی، رفتن بودو لاوی. آخرین نداشت باید وای میستاد یاراش بیان که متاسفانه یکم فاز بتمن گرفته داشتمون. یه اول شخص هم کیل کنیم ببینیم داستان چه قراره. یوهوهوهو ولی کیل افکت جوان جوری داره. اونقدر کیل افکتش گانگ نیست. چه خوشگل این اسپکتش بسن.